وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، الله تعالی را سپاس میگویم با این که برایم توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار بگیرم. بینندگان گرامی، بحث ما هنوز هم در مورد تبرک مشروع هست، آنچه که در شرع با آن اهمیت داده شده و جواز دارد و از نظر شرع با آن رد دیده نمی شود بلکه تأیید شده است. ما در برنامه‌های گذشته در مورد اماکنی که می شود با عبادت با آنها تبرک جست صحبت کردیم. حالا انشاءالله با همدیگر بحث کوتاهی در مورد اماکنی که می شود با آنها عبادت کرد و زمانهایی که و اوقاتی که انسان با عبادت می شود تبرک جست و از آنها طلب خیر کرد می شود به خدمت شما بینندگان گرامی بیان بکنم انشاءالله. بله، بعضی از اوقات هم هست که خداوند جل جلاله در آنها خیر و برکت را برای کسانی که از آن استفاده می کنند خداوند قرار داده است. مثلا ماه مبارک رمضان، کل ماه مبارک رمضان در مرحله اول شب قدر در میان آنها، مثلا یا دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در میان آنها شب قدر، یا مثلا در روزه گرفتن در روز تاسوعا و عاشورا و به عنوان مثال ایام تشریق و بقیه روزهایی که خداوند جل جلاله به آنها خیر و برکت داده که انسان با عبادت میتواند خیر و برکت زیادتر نسبت به روزها و نسبت به اوقات دیگر و نسبت به زمانهای دیگر انسان از آن برای خودش طلب بکند وجود دارد. بله، از جمله این زمانها و از جمله این اوقاتی که در واقع مبارک هست و دارای خیر و برکت هست و انسان می تواند که از آنها طلب خیر بکند، یکی از آنها این است که انسان در ماه مبارک رمضان عبادت فراوانی بکند، عبادت زیادی بکند و این عبادت انسان و این خدا ترسی انسان و این نزدیک شدن انسان برای الله و این تقرب جستن انسان به الله تبارک و تعالی در ماه مبارک رمضان به توسط روزه، توسط شب زنده‌داری و توسط عبادت کردن باعث غفران و آمرزش گناه انسان می شود. باعث این می شود که انسان را خداوند جل جلاله عفو بکند و مورد مرحمت و مورد مغفرت خویش قرار بدهد. ما در این مورد حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا علیه السلام می‌فرمایند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. می‌فرمایند کسی که از روی اخلاص و از روی طلب ثواب، طلب برکت ماه مبارک رمضان را در عبادت بگذراند و عبادت پروردگار سبحانه و تعالی را بکند، غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر علیه السلام میفرمایند که گناهان
گذشته اش را خداوند جل جلاله عفو می کند و بخشیده می شود. سبحان الله. این مقام و این جایگاهی است که الله سبحانه و تعالی برای انسان می دهد که در ماه مبارک رمضان عبادت پروردگار را می کند. البته بیننده گرامی، توصیه‌ام را داشته باش، رمضانی نباش، خدایی باش. وقتی ما این فضیلت را مطرح می کنیم به این معنا نیست که تنها خدا را در ماه مبارک رمضان عبادت بکنی. همیشه الله را بپرست. اللهی که معبود رمضان هست، اللهی که خالق رمضان هست، خالق دیگر ماها هم هست. اللهی که اختیاردار رمضان هست، اختیاردار دیگر ماها هم هست. اللهی که آمرزنده هست در رمضان، همین الله در ماهای دیگر هم میبخشد. اللهی که عبادات را در رمضان قبول می کند، در بقیه ماها هم قبول می کند. پس برادرم، خواهرم، ای مسلمان، خدایی باش، رمضانی نباش. همیشه خدا را بپرست، تنها در رمضان نپرست. تنها در رمضان الله را عبادت نکن، بلکه همیشه و همیشه عابد باش، خدا ترس باش، تائب باش، توبه بکن در پیشگاه خداوند متعال جل جلاله. ولی رمضان فرصت دیگری است، فرصت طلایی دیگری است که میتوانی از این فرصت استفاده کنی. و این به این معنا نیست که رمضان مخصوص این کار باشد، مخصوص عبادت باشد. بعضی از برادران و خواهران مسلمان خود را میبینیم متاسفانه در ماه مبارک رمضان عابدترین میشوند، تائبترین میشوند، خدا ترسترین مردم میشوند، اما با همین که رمضان گذشت در اولین شب عید شروع میکنن به گناه کردن، شروع میکنن به معصیت الله سبحانه و تعالی، شروع میکنن به این که چگونه گناه بکنن، معصیت بکنن، چگونه یک ماه کامل عبادت خود را نابود کنن و از بین ببرند. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از این اوقات مبارک را رمضان معرفی میکنند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انسانی که برای رضایت الله سبحانه و تعالی و دریافت ثواب و برکت و خیر الله تعالی را عبادت میکند در رمضان، در واقع پیامبر علیه السلام میفرمایند که گناهان گذشته اش را خداوند جل جلاله میبخشد و عفو میکند. سبحان الله. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 37. و همچنین در ماه مبارک رمضان روزه گرفتن، پیامبر علیه السلام میفرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، آن هم فقط و فقط برای طلب ثواب و خیر و برکت و به خاطر خدا ترسی این کار را انجام میدهد، هدف ریا ندارد، هدف این ندارد که مردم او را ببینند، بلکه هدفش خدایی است، اخلاص هست، اخلاص در عمل داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند گناهان گذشته‌اش را الله تبارک و تعالی عفو میکند. چون رمضان در واقع ماه مبارک است، ماهی است که خداوند جل جلاله برکت گذاشته در این ماه، چون ماه نزول قرآنه، ماهی است که خداوند جل جلاله قرآن را در این ماه فرستاده. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، خداوند جل جلاله قرآن را در این ماه مبارک فرستاده. بله بیننده گرامی، روزه گرفتن، عبادت کردن، عمره کردن در این ماه مبارک دارای جایگاه خاصی است. عمره کردن، به خانه خدا مشرف میشوی و عمره انجام میدهی، دارای جایگاه خاصی است نسبت به دیگر ماها. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند: فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة او حجة معی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ثواب یک عمره در ماه مبارک رمضان برابر با حج است، برابر با حج است یا برابر با حجی است که همراه من رسول الله انجام داده. شخص حجی با پیامبر انجام بده، در رکاب پیامبر، همراه پیامبر حج انجام بده، چقدر مزد و پاداش داره.
عمره کردن در ماه مبارک رمضان بنا به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنا به شهادت پیامبر علیه السلام مثل این است، ثوابش مثل این است که انسان حج فرضی را انجام داده باشد یا این که حج را در رکاب پیامبر همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده باشد. اینقدر فضیلت را الله تعالی سبحانه و تعالی برای کسی میدهد که در ماه مبارک رمضان عمره انجام میدهد. و همچنین این ماه مبارک ماهی است که در آن شب قدر وجود دارد. شب قدر هم وقتی از اوقاتی است که انسان میتواند با آن تبرک بجوید. شب قدر یکی از اون اوقات هست. در مورد فضائل شب قدر چی بگوییم؟ همین کافی است که خداوند جل جلاله میفرماید لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عبادت در شب قدر معادل است با عبادت 1000 ماه، 83 سال و هندی ماه. حساب بکنیم، از حساب بیرون است. نمیتواند انسان حساب بکند، نمیتواند انسان اینها را بشمارد. یک شب را عبادت میکنی، یک شب را عبادت میکنی مثل این است که 1000 ماه را کامل در عبادت بودی بدون وقفه. بدون وقفه 1000 ماه را در عبادت بودی. یک شب، شب قدر، آن را عبادت بکن. برادرم، خواهرم، این فرصتها را از دست ندی. عبادت بکن. تلاوت قرآن، نماز، درود، تسبیح، تحمید، اینها همه عبادات است. و عبادات دیگری که مشروع است آنها را انجام بدی. این فرصتها را مفت و مجانی از دست ندی. الله تعالی این فرصتها را مفت و مجانی در اختیار من و تو قرار داده. از این فرصتها استفاده کن. به این فرصتها تبرک بجوی. با چی؟ با عبادت، با پرستش پروردگار سبحانه و تعالی. و همچنین فرصتهای دیگری هم وجود دارد. مثلا روز جمعه. روز جمعه دارای جایگاه خاصی هست. نماز جمعه دارای جایگاه خاصی هست. روز جمعه هم وقتی از اوقاتی است که انسان می شود تبرک جست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند در روز جمعه لحظه‌ای وجود دارد که انسان هر دعایی بکند الله تبارک و تعالی دعایش را میپذیرد، قبول میکند. در روز جمعه دارای برکات و فضائل فراوانی هست که حالا وقتش نیست که ما در موردش مفصل صحبت بکنیم که چی برکات و چی فضائلی در روز جمعه نهفته هست. فقط به یک حدیث در این مورد اشاره میکنم. حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که غسل بکنه ثم اتى الجمعه، بعد به نماز جمعه بره و برای ادای نماز جمعه بره، پس این انسان نماز بخوانه و در وقت خطبه هم ساکت باشه، بعد همراه امام نماز بخوانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى. غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى. پیامبر علیه السلام میفرمایند گناهانی که در مابین این جمعه ها انجام داده خداوند سبحانه و تعالی میبخشه و عفو میکنه و باعث بخشش این گناهان میشود، گناهان صغیره اش. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد احادیث فراوان دیگری نیز بیان کردند. این حدیث در صحیح مسلم روایت شده، حدیث شماره 857. این در مورد یک حدیث در واقع در مورد فضائل روز جمعه مبارک بود. و همچنین پروردگار سبحانه و تعالی در بعضی از روزهای دیگر خیر و برکات دیگری نیز قرار داده که انشاءالله بعد از میان برنامه به خدمت بینندگان عزیز بعضی از این اوقات دیگر را هم بیان خواهم کرد انشاءالله.
خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن انما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان عزیز، یک سری اوقات دیگری هم نیز وجود دارد که در آنها عبادت کردن دارای جایگاه خاص خودش می باشد. مثلا در مورد روزه گرفتن در روز عرفه، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند گناه یک سال پیش را الله سبحانه و تعالی، یک سال گذشته را الله سبحانه و تعالی می بخشد و عفو می کند کسی که روز عرفه را روزه بگیرد. یا در مورد روز عاشورا رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند گناه یک سال قبل و یک سال بعد را خداوند جل جلاله میبخشد و عفو میکند. و به همین ترتیب روزهای دیگری در سال وجود داره. مثلا در هفته روز دوشنبه و روز پنجشنبه دارای جایگاه خاصی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان روزه می‌گرفتند و در موردش نیز مسائل و احادیث پیامبر علیه السلام مطرح کردند. از جمله به دو حدیث در اینجا و خدمت بینندگان عزیز و گرامی بنده اشاره می کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند تعرض اعمال الناس فی کل جمعه مرتين یوم اثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینه و بین اخیه شحنا. پیامبر علیه السلام می فرمایند در هر هفته اعمال مردم در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی دو بار عرضه می گردد، پیش می گردد. یعنی در هر هفته دو بار اعمال به پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی تقدیم میشه و پیش می گرده. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند این دو روز، روز دوشنبه و روز پنجشنبه هست. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند پس هر بنده مؤمنی گناهانش را بخشیده میشه مگر کسی که بین او و برادر او، یعنی برادر دینیش یا به هر صورت برادر نسبیش، کینه و کدورت وجود داشته باشه. برای انسان بخشیده نمیشه. ای مسلمان، قلبت را از کینه و کدورت پاک کن. حتی توی مسلمان از این روزهای مبارک نمیتونی تبرک بجویی، چون قلب تو با کینه و کدورت آراسته است. قلب تو در او کینه و کدورت وجود داره، نفرت وجود داره، حقد و کینه وجود داره. این قلب جایی نیست که الله سبحانه و تعالی آن را ببخشد. ای مسلمان، قلبت را از کینه و کدورت مسلمانان دیگر پاک کن. اگر میخواهی که از این روزهای بابرکت استفاده بکنی، اگر میخواهی که جایگاهی در پیشگاه خدا داشته باشی، اگر میخواهی که این روزها به حال تو نفع داشته باشد، اگر میخواهی که از این روزها درست استفاده بکنی، این لحظات مبارک را خداوند جل جلاله برای ما داده که میتوانیم با اعمال صالحه من به این روزها تبرک بجوییم، با اعمال صالحه، با انجام اعمال صالحه. ولی اگر این که خدایی نکرده در قلب ما کینه و کدورت نسبت به یک مسلمان، حقد و کینه نسبت به یک مسلمان بود، اینجا دیگه باید به فکر به حال خود بکنیم، متوجه خود بشیم، تجدید بکنیم در این فکر غلط و فکر منحرف خود که چرا ما نسبت به یک مسلمان باید کدورت داشته باشیم، چرا نسبت به یک مسلمان باید ما خشم داشته باشیم و در قلب ما و در وجود ما و در نهاد ما این همه کدورت وجود داشته باشد.
ما یک مسلمانیم، چرا در وجود ما کدورت باشد؟ انسانی که در قلب او نسبت به مسلمان کدورت باشه، این انسان از این نعمتها محروم میمانه. سبحان الله. این مقام و مرتبه‌ای که خداوند جل جلاله داده، این مقام و مرتبه گرفته میشه از او. این انسان نمیتونه استفاده بکنه از این روزها. این حدیث در صحیح مسلم روایت شده. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سنن ترمذی آمده میفرمایند: تعرض الاعمال یوم الاثنین و الخمیس فاحب ان یعرض عملی و انا صائم. این حدیث در سنن ترمذی آمده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز دوشنبه و در روز پنجشنبه اعمال در پیشگاه خداوند جل جلاله پیش کرده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: فاحب ان یعرض عملی و انا صائم. من دوست دارم که اعمالم در پیشگاه خداوند تقدیم بشه در حالی که من روزه دار باشم. یعنی این که سنت است که انسان روز دوشنبه و روز پنجشنبه روزه داشته باشد، نه این که واجب، سنت است، دارای فضیلت و برکت هست. انسان می تواند از فضیلت و برکت این روزها استفاده بکند توسط عبادات، توسط نماز خواندن و به خصوص توسط روزه گرفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دو روز، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، روزه می گرفتند. بناهن خداوند جل جلاله از زمانها هم در اختیار ما گذاشته، چنانچه که ما در بخش مکانها گفته بودیم و بیان کردیم در برنامه گذشته. الله سبحانه و تعالی یک سری زمانهایی را همچنان به خدمت ما گذاشته که ما میتوانیم از آنها درست استفاده بکنیم و به فکر این باشیم که ما در واقع چگونه و به چی ترتیب بتوانیم خودمان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنیم. و اینها در واقع تحفه هایی هست و در واقع هدیه هایی هست از جانب پروردگار سبحانه و تعالی برای بندگانش که بندگان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند برای مغفرت خیش، برای تقرب خود به سوی الله سبحانه و تعالی، برای رسیدن خود به الله تبارک و تعالی، برای اینکه در واقع جایگاه و درجه‌ای در پیشگاه خدای متعال جل جلاله پیدا بکنند. این بود بحث ما در مورد تبرک مشروع. بحث تبرک مشروع را در اینجا میبندیم. البته ما نمیگوییم که تا حالا هرچی برنامه در مورد تبرک مشروع اجرا کردیم همین بوده و کافی و بس. خلاصه یک قاعده، آنچی که دین مقدس اسلام، آنچی که قرآن عظیم الشأن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را مشروع دانسته‌اند و با آیات قرآن ثابت شده و با احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، پیش ما حجت است و پیش ما دلیل هست و ما با آن تسلیم هستیم. اما در مورد بخش تبرک‌های ممنوع و غیر مشروع که اگرچه در لابلای این گاهی با آنها اشاره کردیم، اما می خواهیم که به طور مفصلتر و گسترده‌تر به این موضوع هم بپردازیم که ان شاء الله در برنامه بعد به خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود از موضوع تبرکات ممنوع و غیر مشروع. حالا در این بخش از برنامه از خدمت شما عزیزان خداحافظی می کنم، چون وقت برنامه ما به اتمام رسیده. همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله جل جلاله یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.